نظم داشته باشین. شما همین زندگی پیامبر بزرگوار ما را بخونین، حتی وسایلش نام داشت. مثلا اگه 2 شمشیر داشت نام داشت. میفهمید سعی کن نظم در زندگی. ما بی نظم گرد و خب معلوم درست آدم بی نظم باشه دچار استرس میشه. نظم در زندگیتون باید داشته باشه. هر چیز سر جای خودش، هر چیز سر جای خودش میتونه خوب یا بد باشه. سعی کنید یک چیز در یک جای خوب است، همون چیز در یک جای دیگه بد است. این بینید در اینجا خوب است، در پیشانی باشه بد است. این همین ترتیبش خوب است، اینطوری باشه باران باره داخلش پر میشه، خراب است. متوجه شدید؟ خدا هر چیز باید سر جایش باشه. این نظم بسیار مهم است. حتی شماره تلفن وقت داری میکنین به ترتیب امو عدد است، مثلا 7 8 است، 8 بزن یک جای دیگه رو میشه تلفن. میبینین نظم در زندگی. اول بوتت میپوشی یا جرابت، تو سرچپه بپوش خلاص، دم بیرون برای سر بوت جراب کش، کلی میگه این دیوانه رسید. تو چی کردی؟ فقط ترتیب فرق داره. اول دیگه پخته میکنی باز میخوری. تو اول خام بخو با سر من قلبش اینا رو دیگه پخته شدن ببین چی رقم میشه. یا بعضیا چی میکنه؟ اول ازدواج میکنه باز یکی دیگر رو میشناسه. و بیادر اول یک پرسان کنین، خواستگار میه ازدواج میکنه، بعدش میبره که چی معتاده، چی دوزه، چی خواستگار آمد. برین یک پرسان کنین از در، همسایه، وظیفه، از کسی 1-4 روز پرسان کنین، اما آدم بشناسین، باز بعدش شیرنی بتین. اول شیرنی میتین نامزادی میگن، باز بعدش والله معتاد است، خود پرسان نکردی، ترتیب مراعات نکردی. بنابراین هر چیز باید در جایگاه خودش باشه. اهمیت موضوعات بفهمیم، سلسله مراتب باید ما و شما بفهمیم. خود به خود استرس ما گم میشه. به همین خاطر گفته میشد انسان به چیزی تبدیل میشه که زیاد سرش تاکید داره. یک کسی که امروز مثلا میبینین انجینیر است، علت چی بوده که تمرکزش بالای درس و هر روز برو 5 سال انجینیری برو بیا شده انجینیر. یک کسی دیگه مثلا تمرکز خودم مانده فرض مثال سر یک کار دیگه، سر فوتبال شده. یک کسی دیگه گیم شده. چی کار هستی؟ والا قهرمان هستیم. در کجا؟ در گیم پابجی. او چی کرده؟ تمرکزش بالای گیم پابجی بوده. بالای چی تمرکز میمانین؟ بنان از امروز شروع سک نازنیم. از امروز هر چی که میخوای داینده باشی سرزمون زیاد تمرکز باش. میخوای انسان با شخصیت باشی، درس، تعلیم، علم، اخلاق، این چیزا میسازه. میخوای بوکسر باشی، نه برو بوکس کم خالتی بوکس بون زده برو با صبح دروی دیگر آب بزن. همین دین شام یک مادر بچه خود آورده والا اینا میگیم نرو در بوکس، خودش لط میخوره. ما او بچه رو میگم بچه مادر خود تنها در فکر توست. تو فرض ببین که تو رفتی همونجا قهرمان و دیگر زدی، او بیچاره مادر داره. اصلا نیاز به می وحشت چی است؟ فکر کو همون مادر اولاد خودش نفتی لط نخورد، اولاد یک مادر دیگر رو پرتو پست میکنه. این خوب کار خوب نیست. بنابراین باید یاد بگیریم که ما باید تاکید خود بالای یک موضوع داشته باشیم. سعی کنید حتی میگه در کتاب خواندن شما چی میکنید؟ یک دفعه کل کتاب میخونین، بخیر سمینار مطالعه و حافظه میگیریم سرش کار کرده رئیستم. باز بعضی جاها رو زیرش خط کش میکنیم، هایلایت میکنیم، قوس میزنیم. اوجه جای مهم است رو بار تکرار میکنیم. زندگی اونموست که سر چیز زیاد تکرار میکنی. سومین موضوع برای مدیریت استرس تغییر و دگرگونی است. دوستای نازنینم، انسان ها تغییر میکنه، این ناچاره. قاعده زندگی قاعده تغییر است، هیچ چیز ثابت نیست. غیر ذات حق هیچ چیز ثابت نیست. دنیا محل تغییر است، چی بخوایم چی نخوایم تغییر واقع میشه. اما این تغییر باید آگاهانه باشه. اگر ناآگاهانه بود ما دچار استرس هستیم. تغییر ما باید در تکامل باشه. اگر غیر تکامل بود دچار استرس هستیم. ما تغییر میکنیم ولی تو تغییر کنیم که از این حالت که بهتر شده باشیم. کسی بیا بگه تغییر کردی، بگه بله تغییر کردم، 5 جلد کتاب خواندیم. بعضی تو میگه او بچه چقدر تغییر کردی، چقدر آدم خوب شدی، ما خود تو 4 سال دادیم و 4 پای روان بدیم، حال چقدر خوب شدی. تو میگه بله تغییر کردم، یک روز در سمینار رفتم استاد گفت 2 پای راه بریم. بنان چیکو تغییر در جنبه مثبت باشه. تا دیروز سر پدر مادر قال مقال میکردی، حالا میبینی چقدر با ادب شدی، خود پدر میگه بچه چقدر تغییر کردی، چقدر بچه خوب شدی. متوجه هستی که بیادرکتم روان کنه که اینجا خونید خدا خوب شد. بنان تغییری که میکنین در مرحله تکامل باشه، نه تطور. نه که تو دورک بخوری یا تغییر کردیم از این چاوکی بخی دوشی، از این دوشی تغییر نیست. مثل که از یک صنف اول الف امسال خوندید با سال برد صنف اول بی بشینه تغییر کردیم. نه کردی خود تو در صنف اول هستی. این پیشرفت نداره. گوش کنید، همه ما تغییر میکنیم
اما تغییر ما باید در مرحله مسیر تکامل باشد، نه تطور، نه تحول بیخی دگرگونی. اصلاح. متاسفانه ما و شما شرایط وطن ما چی است؟ همین دور از سیاست یک نظر به خاطر سمینار میگم. ما و شما هر دفعه تحول میکنیم و به این خاطر پیشرفت نمیکنیم. ما و شما باید تکامل کنیم. چی مانا؟ اینی سیستم تا اینجا ساخته شده. ما بیایم منیس یک گروه خوب بگیم اینی نواقصش اصلاح میکنیم. مثلا این خانه جور شده، ما اینی اصلاحات شکلکینش خرابت جور میکنیم. نکیر از تعداد بکن پس از سر شروع که هیچ وقت پیشرفت ما و شما چندین سال است نکردیم. حداقل 40-50 سال است ما و شما در یک جای هستیم. پیشرفت نمیکنیم. متوجه هستیم؟ جور نمیم. اینی رو یاد بگیریم که نه بیاین جور بیم، کمبودیا رو اصلاح کرده بریم. بیادر پیشنهاد ما است شما اینی نواقص دارین، این 5 خوبی رو هم دارین. از خوبی از دشمنتان که بود چشم پات نکن. بیادر تو دشمن ما هستی ولی 5 خوبی رو داری. اینی 10 تا نقص داری. بیادر پیشنهاد ما بگین 10 تا رو ممکن یک جای میشم اصلاح میسازیم. بنان اینی گپ یاد ما باشه. یعنی از صنف اول به 2 بریم، از 2 به 3، نه که از یک صنف اول بریم به سال در صنف اول دیگه بشینیم. 12 سال فکر کن در مکتبتون 12 صنف اول است، الف و ب و ج میداد. 12 سال تو از این اول بگی ده از اول ده کلی فارغ مکتب میشه تو دیم صنف اول شیشتی. این تغییر نشد. متوجه گپ هستی؟ گوش کنید، ما باید یاد بگیریم. یکی رو یاد گرفتیم که تغییر ما در مسیر تکامل آگاهانه باشه. دومین گپ یاد ما باشه که ما دیگر را تغییر ندیم، خود تغییر بدیم. ما توان تغییر دیگرها را نداریم. ما تنها تغییری را که میتونیم خود اصلاح بسازیم. تغییر را از خود شروع کن. فکر میکنم حدیث شریف هم است که میگه هر تغییری که میخوایی از خودت شروع کن. در جهان میبینی. میخوای جهان راستگو باشه خودت شروع کن. میخوای با ادب باشه خودت با ادب شو. میخوای عادل باشه خودت عادل شو. ما چی؟ ما میخوایم نه عمر جان تو عادل باش. عمر راست بگو. بچه بخیر برو درس بخون. خود پدر چیزا تلویزیون میبینه. سر ریموت کت مادر جنگ داره. بخیر بچه وقت درسای بخیر نماز بخون. خودت تا 8 شب تا 8 خوب خواستی. این تو نمیشه. تغییر از خود شروع کن که دیگه یاد بگیره مثل تو تغییر انجام بده. ما میخوایم دیگار تغییر بدیم. لطفاً از اینمی تغییر دست بردارین. این نمیتونین. خداوند متعال میگه ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. خدا میگه ما قوم تغییر نمیتونم که خود تغییر نته. بنان ما تو چه کاری که تغییر داده بتونیم نمیتونیم. خود اسلام میسازیم. ایام ما ایسته. بنان این یاد بگیریم. گپ دو، ما فکر میکنیم که با تغییر رفتار خود دیگرها رو تغییر داده میتونیم. میتونم نمیشه. ما فقط مسئولیت کنترل دکتر سبیج به فکر دیگه نشیم. شو ولی بچیم اول خودت آنقدر خوب شو که برای دیگرها بگویی که لطفاً مثل ما باش. اینی جرأت داشته باشی که برای دیگرها مثال بدی. من مثلا ماینه خانه میان بیادر کلان سیگرت و پان میزنه. میگم بیادر تو صبح بیادر خودت تا گفته میتونی که سیگرت نکش؟ به خدا نمیتونی. میگه خیر خودت چرا میکشی؟ چرا نظام خراب بود؟ نفر اول دفتر رشوت میخورد. وزیر که رشوت خورد موینه گفته میتونه تو این سال رشوت نخور؟ او رئیس گفته میتونه؟ با می خاطر رو ضرب المثل داریم که میگه او از بالا خط است. او که از بالا خط بود پایین جورش کرده نمیتونی. بنان تو منیس یک کلان خانه خوب شد که بیادرای تا بگو یو بیادر مثل ما باش. متوجه گپ هستین؟ بنان این گپ ما و شما در زندگی خود باید یاد داشته باشیم. یک چیز دیگر هم یاد بگیرین. فکر نکنین به این خاطر که من یک آدم بعد است مثلا معتاد است ما بلکت شریک شم در کاربار باز جورش میکنم یا ازدواج کنم، نه نتیجه نمیده. هیچ نتیجه نمیده. لطفاً به این امید که یک آدم معتاد ازدواج نکنه تو باز اعتیاد سرش بس میکنه، هیچ نمیشه. یک آدمای بی اعتیاد از یک تا شبیه چه کار دارید تو حالی؟ تحقیقات نشان میده در چیزایی که کس مخالفت داریم و که شریک میشیم یا زندگی معمولاً بدتر میشه. از 100 تا معتاد یک شکت ازدواج خوب کنی. نه چوری قرص کلانه قبول میکنی. صحیح؟ بنان یا یادتان باشه. خب 3 موضوع تا اینجا ما و شما فهمیدیم. اصلاح باورها، نظم و ترتیب و تغییر در مسیر تکامل. اگر در مسیر تکامل نباشیم خود به خود استرس ایجاد میشه. وقتی که زندگیت پیشرفت نداشت توقف خودش استرس ایجاد میکنه. کارخانه خواب هیچ پیشرفت نداشت، دچار استرس هستی. نه خودت سر کس تحمل کنین نه خودت سر کس تحمیل کنین نه بدیر تحمل کنین. یادتان باشه این خصوصیت است. و یادتان باشه که گفتیم ما دیگه تغییر داده نمیتونیم. سعی کن ما خانه خود که کولر خود گرم و سرد میتونیم.
ولی تو نمیشه کلکینا رو باز بریم دان کل افغانستان سرد کنیم. امکانش هست زور کولر ما و شما نمیرسه. ما و شما مسئول